عزیزان جان، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. امیدوارم ایام به کامتون باشه و لحظه لحظه زندگیتون سرشار از عشق و نور الهی باشه. امروز با یه مدیتیشن خیلی کوتاه با من همراه باشید. نمیدونم تا چه حد با مدیتیشن، مراقبه و یا یوگا آشنایی داریم، اما حتی یک بار تجربهش خالی از لطف نیست. کار خیلی سختی نیست و امکانات زیادی هم نمیخواد. فقط در محیطی ساکت و آروم و در وضعیت کاملا آروم و رها، به دور از هر گونه صدا، تنش، اضطراب، در گوشه‌ای دنج، به دور از گوشی موبایل و تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی قرار بگیرید و با چند تنفس ساده و البته عمیق به استقبال این مدیتیشن زیبا میرید. تنفس باید عمیق باشه و همراه با مکث بین دم و بازدم. دم از راه بینی کاملا عمیق با 5 شماره، مکث 5 شماره و بازدم عمیق با دهان باز 5 شماره. لطفاً با من همراه باشید. سه تای دیگه. و آخرین تنفس همراه با بازدم چشماتون رو ببندید. حتما متوجه شدید که با همین 5 تنفس ساده و البته عمیق 40% از استرس و اضطرابتون کم شده. در وضعیت آرومی قرار بگیرید و عضلات بدنتون رو کاملا رها کنید. رهای رها. به صورت نشسته و یا خوابیده میتونید این مدیتیشن رو انجام بدید. فقط کافیه آروم باشید. در واقع یه جور تن‌آرامیه و به دور از تمام هیاهوهای زندگی، سر و صداها، تنش‌ها، اضطراب، افکار منفی و فارغ از هر گونه مشکلاتی که تو در زندگی تک تک ما وجود داره، چند دقیقه‌ای رو فقط میخوایم برای خودمون و با خودمون تنها باشیم.
جسمی که شاید مدت‌های زیادی ازش غافل بودیم و رهاش کردیم و شاید با عیب و ایرادهایی که از جسم و بدنمون میگیریم ناخودآگاه آزردش کردیم. این بار یک تن‌آرامی و یک سکوت و توجهی کوتاه بهش هدیه می‌کنیم و در عوض می‌بینیم که چقدر این جسم و بدن ما شاداب و جوان میشه. مدیتیشن یا مراقبه، همونطور که از اسمش پیداست، از مراقبت میاد. جسم و روح ما نیاز به مراقبت داره. پس جسمی که سالها همراه ما بوده از بدو تولد و تا زمان مرگ تنها همراه اصلی ما باقی میمونه، نیاز به مراقبت داره. همینطور که چشماتون بسته است، کاملا جسمتون رو رها کنید. از نوک سر، جمجمه، صورت، گردن، شونه ها، قفسه سینه، آزاد و رها. به هیچ چیزی فکر نکنید. حتی تنفستون رو دیگه نمیخواد عمیق کنید. فقط تنفس معمولی. فقط بیرون از خودتون باشین و خودتون رو از بیرون نگاه کنید. خودتون و جسم و بدن زیباتون رو ببینید که دراز کشیده و یا نشسته. گاهی آزارش دادیم، گاهی بهش بی توجهی کردیم و اونو ندیده گرفتیم. همینجا و همین لحظه به خودتون و جسمتون قول بدین دیگه تنهاش نمیذاریم و بیشتر از هر زمان دیگه‌ای مراقبش هستیم. احساس کنید تمام انرژی که در کائنات به رایگان در اختیارتون گذاشته رو با هر دم وارد بدنتون میکنین و با هر بازدم تمام استرس ها، تنش ها و افکار و خاطرات منفی رو خارج میکنید. بدن رو رها کنید. ستون فقرات، لگن، دست ها، پاها، نیاز نیست به هیچ چیز خاصی فکر کنید. فقط در این لحظه حضور داشته باشید. اگر فکر یا خاطره‌ای ذهنتون رو مشغول کرد، اشکالی نداره. فقط نگاش کنید و رهاش کنید و باز به خودتون و جسمتون برگردید.
با 3 تنفس عمیق آروم آروم به این مدیتیشن کوتاه پایان میدیم. با تنفس سوم آروم چشماتون رو باز کنید. حالا با یک من جدید، یک جسم جدید و یک حس جدید روبرو هستیم که مطمئنم خیلی بهتون آرامش میده. این مدیتیشن کوتاه مقدمه‌ای بود برای مدیتیشن های بعدی که امیدوارم مشتاق باشید و با من همراه لحظه لحظه زندگی رو زندگی کنید و خودتون باشید. تا مدیتیشن بعدی، بدرود.